سلام، من مرتضام. اینجا اولین قسمت برنامه زشت شوه. قراره کلی سورپرایز چین، هر چی تا الان دیدین رو فراموش کنین. تا حالا به این فکر کردین که توی روابطمون اگه صورت و فاکتور بگیریم آقایون از چه چیزایی خوششون میاد؟ مطمئنا نه. پس این برنامه رو تا آخر ببینین چون قراره کلی سورپرایز چین. خب تشریف بیارین. سلام، خیلی خوش اومدین. سلام. بفرمایید بشینید. خب بچه‌ها تو این قسمت برنامه میتونین از مهمونایی که میان هر سوالی که دوست دارین رو بپرسین شما دوتا. چیزی که دوست داریم ها. سوال علی آقا بچه‌های ساعت فکر کنم دنبالتون باشه. دنبال یه پارتنر شخصیتی دوست داری پارتنرت باشه، دوست داری چه مدلی باشه، چیکارا باهاش بله چه سوال؟ آهان چیکارا باهاش بکنم؟ روزی چند دست بزنمش؟ خب خوب باشه. آره دیگه این سیگرات همینه. بلد باشه با یه خانم چجوری رفتار کنه، گیرم نداره. خیلی رفتار یک یارو از ماشین ادامه اصلا کنه. بگم رو نشد. چرا بگی؟ دست دادم باید یه چیز دیگه بود فکر می‌کنم. ها؟ اوکی. باید مقیاس بچه‌ها سوال دیگه اگه ندارید من غذا رو ولی رو درست دعوت کنم کنم. بگم. چرا غذا بلد؟ چیا؟ کم. کم بلد؟ آره. همون تخم. پاستا و غذایی که راحت درست میشه. فکر کنم همه دخترا بلدن اینا رو. پاستا رو همه دخترا بلد. پس من بلدم. بله. خب همین دیگه سوال ندارم. برم. سوال نداریم. خب بچه‌ها همه چی رو در نظر بگیرین چون قراره که بعد اینکه 4 نفر دیگه اتفاقایی بیفته. از اونا سوالای بیشتر نپرسین. خوشم نمیاد. یه سوال هم بپرسم قبل از که بفرمایید. دوست پسر ازت بخواد باشگاه رو شروع کنی بدی؟ بعد ببینم چقدر واسم مهمه. خب پس برو. برم من. خداحافظ. داشتم بفرمایید. سلام.
خود واقعیش باشه. من اگه حال کنم خود واقعیش خودم مثلا شاید یه کاری انجام بدم که اون کار برای شما کار قشنگی نباشه ولی اون کار عادت من بهش احترام میذارم. چرا باید عوضش کنی؟ پس در نظر داشته باشی از من توصیلی؟ اکسپتی بود خب سوال دیگه نداری بچه‌ها؟ خانم بی‌تایی دوست داشته باشیم تو خداحافظی کنیم تا صحنه بعدی داشته وای فارم ولی کل نکشیدن برام یعنی چی؟ خداحافظی نکردیم خود آها با کجا با اولا که خودش درآورده باشه، هر چیزی که داره واسه خودش باشه و اینکه اصلا اظهار این نکنه که من اینو دارم من اونو دارم، چون من واقعا کلا کنسل میشه بکنم. بعد دیگه صادق باشه، یعنی اینکه من حس شما خیلی فوق العاده قوی دارم سعی باشه نمیشه و اینکه آره صاف و صادق باشه و اینکه از همه مهمتر چشماش نچرخه، چشاشو در میارم. هرچی خوشت میاد بچه اینا در نظر بگیرین ها. من نفر آخر که بیاد کارتون دارم، یادتون بمونه که گیجی گفت. مرسی، خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. خداحافظ. خوشحال شدم.
نفر بعدی اگه لطف کنه بیاد که من خیلی ممنون شم. بیا خب تشریف بیاریم؟ بله. سلام. خیلی خوشی اومدید. ببخشید. دست همه شما بلند شدی؟ خیلی خوشی اومدید. ببخشید ما. متشکرم. بچه‌ها میتونن اگه سوالی دارن از من تو چشاش نمی‌ذارم بکنم. بچه‌ها این چیزی که می‌بینین اصلا این چیزی نیست. همین لازم میشناسه. خوبه برای سوال پرسیدن ایشون دیگه بچه‌ها خوش صحنه دیگه. بله. روزیتا هستم. روزیتا تویی؟ صحبت کنیم. میره سوالی داری بپرس. آره. سر پروژه‌های خفن کار می‌کردی. خب سوالی اگه داری می‌پرسی. سوال که من که رفیقم خب علی جان شما چندی؟ 73. بله لاین ما داریم باشه کردیم دیگه مدلی باشه کاری دیگه دست بکنم که خوبه میلاد جان یه سوال دارم ازتون چقدر فرق می‌کنه خانم روزیتا با خوبه اصلا نشناختم به خدا پس کار میکاپ آرتیست ما خیلی نمیشنم 3 تا هیولا درست کرده 4 تا عاشق نشین بچه‌ها شما باید به نظرم صورت فاکتور بگیرید و این قضیه رو در نظر داشته باشیم که اصلا کلا هدف برنامه ما اینه یعنی اینکه می‌خوایم بدونیم که خب به ظاهر چه چیزایی برای پسر خوبه ما می‌خوایم ببینیم معیار پسر بعد اینکه من شما رو می‌بینم اصلا نمی‌تونم صحبت کنم اگه ظاهر نباشه می‌خوایم ببینیم معیار پسر برای انتخابش چیه دیگه یه بخشی جذاب داریم واسه اون قضیه سوالی اگه داریم بپرسیم که بریم آقا ظاهر رو بلش کن باطن چی عالی علی جان شما سوالی نداریم میلاد که بله من میشناسم میشونه آره لایف استایل زندگیتون که درسته چه سبکی مثلا پسری تو بالاخره واسه انتخاب دوست پسر بالاخره یه سری معیارا دارید دیگه آره قدش بلند باشه همین جایی تو میگی شما از برنامه پخش بشه اداره بدیم قدش خیلی مهمه ماشین چینی نداشته باشه بعد لاین خودم نباشه لاین کاری خودم نباشه خب من یه سوال از شما دارم چرا 4 تا ماشین چینی برای من نام ببرید دیگدیتی فیگنیتی چری دیگه چی داریم من نمیدونم شما دوست ندارید یاده آره چون دوستش ندارم یاد نگرفت پسر خودش آدم خوبی باشه 206 خب از کجا متوجه 206 قبوله 206 اوکیه 206 باز بهتره چرا پسر چینی سوار کنه صداش علاوه یا بودجه شاید همون دو تومن بوده ماشین چینی سوار شه ولی خودش زحمت کشیده باشه خریده باشه خب یه چیز دیگه انتخاب کنه بره همون 206 رو بخره خب شاید آقا دوست داره یه ماشین خارجی پرو سوار بشه ولی من یه سوال دیگه دارم شما از ما پرسیدی اگه صورت و فاکتور بگیری میشه باطن خب باطن هم که خرابه باطن تو خرابه ایشون گفت خب گفتی که ظاهر و فاکتور بگیری خب پس من نگفتم فاکتور بگیری دارم میگم چیزی که میبینین و فکر کنین همین اوکی شخصیتی خب ایشون که داره از نظر مالی بالا پایین میکنه که همش مالی من خودم نه قد که مالی نشدن قدش بلند باشه منطقی میگه قطوتا میتونم با ایشون دوست نشه اونایی که ماشین چینی دارن میشه اونام نمیتونه اونام کنسله اوکی من سوال دیگه من پسر بیادبی نباشه من خودم همچین دختری کنسل دارم که بخواد دنبال ماشین باشه مثلا شاید حال کنم با تو فعلا نظر جفتتون قابل احترام به نظرم چه خانومش چه آقاش اوکی سوال دیگه ای ندارین نه ولی ایشون از همه یه میکاپش خفن‌تر خب چرا دختران نمیتونن سوال بپرسن؟ شما 4 تا ماشین چینی به ما نگفتی 3 تاشو گفت 3 تاشو گفت
من نمیدونم شما این قضیه رو وقتی نمیدونید چجوری تشخیص میدید پس بنده باشه چی معلومه دیگه معلومه شاید اسمش بنزوبینده داشته باشه زاد نداشته باشه خب اونم شاید کنسره ماشین چینی داشته باشه بهترین شخصیت زندگی بشه خب آره واقعا شخصیت خیلی مهم‌تره من خودم چینی سواری ساملی کلا خب شخصیت اولویت اول میشه واقعا من قبلا اون سوال رو پرسیدم ولی چون بحث می‌گذره جلو میگم که شما اگر ماشین چه تأثیری به نظرتون شخصیت یه آدم میتونه داشته باشه؟ واقعا تأثیری نداره. شخصیت خیلی مهم‌تره ولی خب یه سری چیزا رو تو دوست نداری. مثلا میگم خب 206 داشته باشه خیلی اوکی تره تا اون باشه. بحث شما بحث مالی نیست، بحث خب شخصیت خیلی مهم‌تره. اصلا اینکه وایبتون بخوره، فرکانس ها اوکی باشه خیلی مهم‌تره. باهاش خوش بگذره. شما گفتین که یکی از معیارات ماشین. نه گفتم چینی نباشه. واقعا همه ماشین داره بالاخره معیار دیگه این که چینی نباشه معیار. آفرین معیاره. یه دونه نباشه. پس چرا میگی ماشین برام مهمه؟ آره. خب از 206 خیلی گرون‌تره شاید پول طرف در همون حده. من یه این سوال من اگه جواب بدید من خودم ذهنم درگیر شده حقیقت میگم خب شما بازم دارین میگین معیاره. آره. خب پس چرا میگین براتون مهم نیست؟ نه که اصلا مهم نباشه ولی خب آره مهم هستش نمیتونم بگم نه اصلا مهم نیست. پس چرا الان گفتی مهم نیست؟ مهم نیست که صفر باشه یه حد وسطی باشه شخصیت مهمه ولی اونم باشه. خب من دارم سلکت میکنم یعنی دارم چند تا گزینه رو سلکت میکنم همینا رو داشته باشه یعنی در کنار اینکه من فکر میکنم بحث اونه شما هست بهمن فکرم خوردادی یا بودی اول میگه باشه خوردادی ها فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشن. مشکلی داری؟ خوردادی شما؟ مرتضی خوردادی ها خب سوال دیگه ای نداریم بچه‌ها؟ تمام شده اگه میخوایم تو خداحافظ برم خداحافظ بچه‌ها ما هم خدا فرید خداحافظ خب بچه‌ها من با شما کار دارم جوانی رو هم خوبی شما هدفتون چی بود اصلا اینکه؟ از چی؟ هدفتون چی بود؟ حقیقت بازده یه سوال جدی میخوام ازتون بپرسم نفر سوم با احترام هست نفر سوم یعنی خانم ماری خب میرسیم به قسمت جذاب برنامه اولین خانمی که هست کردیم ایشون اصلا میدونیم کیان؟ بله از ساری اومده بود کلسون من لباسو میتونم تشکیل کنم. آها خب الان نظرتون چیه؟ الان چی کار میکنیم؟ بازم از بهشون میکردیم؟ از بهشون میکردم شاید من نمیدونم چرا همیشه عقل هم دارم دستی فقط میتونیم یه جور جمعه ایشون هم ماشاءالله زیباست ولی خب تو برنامه دیگه مجبور بودیم اون لحظه هست
آره دیگه مسابقه است. من یه سری چیزایی که شما حس چی بود موقعی که داشتن حضوری؟ من خیلی خوشحال شدم چون اصلا کلا وانمود کردم همه چی و یعنی هم ظاهرم هم اخلاقم هم لحن حرف زدنم و کلا اون چیزی که نیستم. آره این کار کردم که متوجه بشم که هستن تایپ من یا نه که متاسفانه جفتشون کنسلم. شما میتونید باشید ما یه بحث دیگه هم بریم اگه میخوایی میتونی یه فوشنه یه قمارباز نکن به چی؟ چیزی مزه نظرت نیست؟ نه فوش نمیخوای بهشون بدی؟ بد و بیرا دیگه باخت باید داشته باشی دیگه نظر هر کس محترمه دیگه. بله و اینکه شما هم توی این صورت نمیدونید. بله من پشیمونی رو تو چشاشون دارم میبینم. من شرمنده حتی بخش این تفیران خوشش نده فقط راستش بزن فقط ببخشید باید میرزا قاسمیه نه. خب دیدین که تو این قسمت چه اتفاقایی افتاد. به نظرتون نفر بعدی که قرار حذف بشه کی میتونه باشه؟ کانال داشته باشین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو قسمت بعدی میبینمتون.